اومدیم لبه کارون. کارون معلومه؟ نه والا کارون کجاش معلومه. آهنگم به عشق خودتون میخونم. لبه کارون چه گوزبارون، دست تو بکن من خشتکت کنده تو بخارون. بابا ما میخوایم مثلا با کلاس باشیم، ما هم مثل با کلاس ها بیام یه قدمی بزنیم تو این گرما یا تو ساحلی یا تو هر چیزی، ولی ما نمیتونیم. آقا کلاس بیاد پیش ما بگی اومدم آقا بس ساحل ما کفشا فقط کفشا چیش تو سایگاه کفشا قد سنگینن ولی وزنه به پام وصل شده. ولی خب اوکی، آدم هر چند وقت یه بار بیاد یه سری اینجور جا بزنه، بیاد حال هوا عوض کنه، گرما بگیره، خوبه. هم به اینا چی میگن؟ والله ما که بهشون میگیم مورد، شما چی میگین به اینا؟ شهری یا